تست، خطاگیری و همچنین تعمیر کرد. با توجه امکاناتی که وجود دارد از بابت مجهز بودن به دوربین‌های فوتوئلکتریک، محاسبه‌گرهای الکترونیک و امکانات اعمال ولتاژها در محدوده استاندارد و جریان‌ها از 0 تا 100 آمپر می‌توان کنتورها را در هر اندازه و سایزی که متعارف هست کنترل و همچنین تعمیر کرد. روی قسمت محاسبه‌گر کلید قرمزی که وجود دارد میتوان دوربچه‌هات کنترل نصب شده را تعیین کرد و بعد با تنظیم دوربین فوتوئلکتریک روی دیسک و یا در کنتورهای دیجیتالی روی LED موضوع که پالس میدهد یا روشن خاموش میشود و به معنی تعیین دوربچه‌هات کنتور هست، میتوان کنترل را خطاگیری کرد. با توجه به اینکه کنتورها در تنظیم و کنترل مراحلی وجود دارد مثل تست بیباری، میتوان با قطع جریان ورودی به کنتور تنظیم بیباری کنتور را با استفاده از پیچ ولتاژ که در روی سیستم محرک وجود دارد تنظیم کرد، به طوری که در ولتاژ نامی کنتور نه در جهت مثبت و در جهت منفی حرکت داشته باشد و یا به گفته استاندارد نباید یک دور کامل بزند. پیچ تنظیم بیباری کنتور. بچه این پیچ به سمت بیرون باز شد، کنتور در حالت بیباری در جهت مثبت حرکت خواهد کرد، به طور که این کنتور که ملاحظه می‌فرمایید بیباری دارد و در جهت مثبت حرکت می‌کند. برای تنظیم این پیچ بیباری را باید در جهت عقربه‌های صاحب بپیچانیم تا آنکه بتوانیم این را تنظیم کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. با توجه به اینکه این تنظیم این پیچ باید با پیچ‌کشی‌های برنجی انجام شود که هنگام کار بتوان نتیجه کار را کنترل کرد، ولی ما در اینجا چون پیچ‌کشی آهنی هست به اجبار باید پیچ‌کشی را برداریم و باز کنترل کنیم که آیا کنتور در حالت بیباری در جهت مثبت یا منفی حرکت دارد یا نه و به این ترتیب این کنتور در حالت بیباری تنظیم شد. سرعت مگنت دائم می باشد، به طوری که این مگنت در کنتورهای مختلف به شیشه‌های مختلف وجود دارد. این مگنت با توجه به موقعیت خودش وقتی که در حالت جهت بیرون بچرخانیم حالت ترمز کنندگی بیشتری خواهد داشت و به این ترتیب کنتور ما منفی خواهد شد و اگر به سمت داخل بچرخانیم کنتور مثبت خواهد بود و در اینجای کار را انجام می‌دهیم. یک دفعه کنتور مگنت را خطای کنتور را کنترل می‌کنیم و با توجه به میزان خطای کنتور مگنت را در شرایط مختلف تنظیم می‌کنیم. سلام. با توجه که خطا منفی بود به سمت داخل می‌چرخانیم و دوباره خطای کنتور رو می‌بینیم. خطا شده منهای 7 و 6 تا نشان میده که باز هم یک مقدار باید مگنت را به سمت داخل بچرخانیم. شد به منهای 4 و 2 باز هم
شد منهای 2.9. یک مقدار هم باز خطا شد به علاوه منهای 1 اضافه چند دور کامل بزنن که مطمئن بشیم که خطا به این ترتیب این در محدوده مجاز گراژه بودن 0.5% منفی. به این ترتیب این کنترل تنظیم شده. البته برای کنترل باید جریان‌های مختلفی داد شد. الان این کنترل در 36 آمپر بود. جریان را کم می‌کنیم حدوداً 15 آمپر. حال خطای کنترل را ببینیم. البته خطاهایی در حین جابجایی دیده می‌شود به واسطه تشمیل نبودن چرخش کنترل هست. چی میتوند در مورد این ترتیب در بارهای زیاد و بار کم این کنترل خطاهای مشابهی داره و به این ترتیب میتوان به کارکرد درست این کنترل اعتماد کرد و این را دوباره به مصرف برگرداند. البته در تعمیرات کنترل و تنظیم باید به درگیری چرخدنده با محور صفحه گردان توجه کرد که اندازه 1/3 در داخل هم رفته باشند. یادخوان‌های پایین و بالا با توجه به نوعشان باید توجه شود که سالم و درست باشند و اگر در بار کم و بار زیاد خطاها در محدوده مجاز قرار نشان دهنده است این کنترل کارکردش درست است و میتوان این کنترل را به مصرف دوباره برگرداند. البته به واسطه مگنت رگله که روی مگنت هست میتوان بار خطای کنترل را مثبت یا منفی کرد در حدود 3%. به فرض الان در این وضعیت که خطای کنترل هست به علاوه 0.3 میتوان این کنترل را خطاشو تغییر داد. حالا ما مگنت رگله را در جهتی می‌سازیم که خطای کنترل منفی بشود. مگنت رگله را در این جهت بچرخانیم با توجه علامتی هم که روی کنترل هست خطای کنترل در محدوده حدود 2 الی 3% به سمت منفی تغییر پیدا خواهد کرد و ببینیم حدود شد منهای 1.6. حالا اگر بخوایم این کنترل منها 2 حالا اگر بخوایم این کنترل را به حالت مثبت برگردانیم مگنت رگله را در جهت برعکس میچرخانیم تا پس در این حالت مثبت ترین وضعیت مگنت رگلیت برای کنترل هستش. خطا شد دور کامل را بزند شد بلایی شماتن و به این ترتیب ما ببینیم که با مگنت رگله میشه حدودا خطا را 3% ضابط کرد. حالا این را در وضعیت قرار میدیم که خطای کنترل حدود 0.5% مثبتی به 0.7 مثبت میشه این کنترل را با توجه ابزارهای استفاده شده آهنی هستند اثرات قوزای هنگام کار رو کنترل می‌ذاره که نوسان‌های جزئی بعد از اتمام کار به این خاطر است. در تو کنترل‌های 3 فاز هم با توجه به اینکه اعمال 3 تا جریان از 0 تا 100 ولت وجود دارد فاز R، S و T و همچنین اعمال ولتاژها آنشان در لای دیجیتال
میتوان کنتور صفات را با توجه به مراحل خودش تنظیم کرد. اما از این کنتورهای دیجیتال اکتیو و ریاکتیو. فیوزهای روی تابلو جهت حفاظت سیستم های ولتاژ JROST 2 طرفه 5 ولت دیسی برای قسمتی‌زا و 12 ولت برای دوربین ها می باشد. فیوزهای ورودی ROST ولتاژ های اعمالی به کنترل هندل، زن های اعمالی به کنترل می باشد. کلید امرجنسی استاپ و شرایط اضطراری توقف کار. کلید 2 طرفه جهت تعویض طرفه 2 و 3 همچنین کلید 58 ولت و 220 ولت برای تست کنترل اولیه و ثانویه. با این دستگاه میتوان CT ها را هم با توجه به یک خروجی 100 آمپر وجود دارد CT های مختلف را نیز کنترل و تست کرد. به این ترتیب که جریان یک با دادن اتصال کوتاه بین این دو سوچت به طور که CT در داخل اون قرار از داخل CT اوجا شد میتونه خروج CT را اندازه‌گیری کرد و از درست بودن کارکرد اون اطمینان حاصل کرد. اینجا یکی از آزمایشگاه‌های شرکت توجیه که کنترل‌های مناطق در اینجا تنظیم، کنترل و در نهایت به مصرف ارسال می شود. کنترل شستشو، آمادسازی در نهایت کنترل‌های صفات نیز که متشکل از 3 تا سیستم محرک ROST و یک مگنت جهت تنظیم سرعت کنترل تشکیل شده است و کارکرد مگنت با کارکرد مگنت در کنترل تک‌فاز تقریبا مشابه است و فقط در اینجا 2 تا آهنگوهای نعلی شکل است که در داخل یک نگهدارنده آلومینیومی قرار دارند. یک پیچ تنظیم اون کار مگنت رگولر را در تک‌فاز انجام می‌دهد. در اینجا نیز هر سیستم با تنظیم ولتاژ ولتاژ شود با پیچ بیگاری و در نهایت با دادن جریان‌های مختلف هم از تچ سیستم و در نهایت 3 سیستم خطای کنترل در محدوده مجاز قرار داشت. این کنترل خطاش بودن نهایت 0.4% باشه. کنترلی از جهت مصرف برگشته و بعد اصلاح دوباره و پاکسازی و اصلاح دوباره به مصرف در نقطه دیگری ارسال میشه. در این دستگاه سعی شده است که با توجه به اندازه دستگاه، حد امکان اندازه دستگاه در حد مناسب باشد که اپراتور به سهولت بتواند با این کار کند و از امکانات مختلفی که در دسترس استفاده شده باشد. کنترل‌های مرجع در اینجا کنترل‌های کنترل سازی باشد. میتوان در اینجا کنترل‌های کنترلی که مورد نظر باشد به عنوان کنترل مرجع قرار داد. یعنی فرض کنید اگر یک کنترل دیجیتال هم اگر متحد باشد میشود در اینجا نصب شد و پالس به جای پالس خروجی از این کنترل پالس خروجی کنترل دیجیتال را به آن متصل کرد. بدیهی است که با توجه به الزاماتی زو تنها کنترل سازی هست که میتواند کنترل‌های کالیبره شده تهیه نماید.